سلام بچه‌ها، خوش اومدید به دومین ویدیوی آموزش زبیکس ما. امروز می‌خوایم نصب و راه اندازی زبیکس ایجنت توی سرورمون و همچنین اضافه کردنش به یو آیمون رو آموزش بدیم. یکی دو تا بچه‌ها از من سوال کرده بودن جاهایی که میشه از نرم افزار مانیتورینگ دیگه استفاده کرد، چرا باید از زبیکس استفاده کنیم؟ چرا باید PRTG رد شیم بیایم سمت زبیکس؟ من یه توضیحات کلی میگم، ولی بعداً اگه اوکی بودید و دوست داشتید یه ویدیو کامل ضبط میکنم در مورد زبیکس و کارهایی که میتونه بکنه. زبیکس سال 2001 اومدش که با اضافه شدن فیلد دیوآپس محبوب شد، چون هم رایگانه هم اوپن سورس و میتونه همه چیزو مانیتور کنه. واسه همین دلیلی که میشه شخصی سازیش کردش برای سازمان‌ها خیلی مناسب و براشون جذاب شد. چیزایی که زبیکس میتونه مانیتور کنه اگه ما بخوایم به طور کلی دسته‌بندیش کنیم، زیرساخت‌های شبکه‌مونه، سرورهامونه، ماشین‌های مجازیمونه، سرورهای کلادمونه، حالا فرقی نمیکنه چه داخل ایران باشه چه خارج ایران باشه، اپلیکیشن ها و سرویس هاشون، همچنین میان سرویسی ها رو هم ما میتونیم کنترل کنیم. مثلا ما توی سایتمون یه درگاه پرداخت داریم که میخوایم سرویس پرداختمون هم مانیتور بشه، این کار رو ما میتونیم انجام بدیم. همه چی رو تقریبا میشه باش مانیتور کرد. یه مفهومی هم داره به نام یک پارچه سازی که میتونیم اپلیکیشن های مختلف رو بهش معرفی کنیم و مانیتورشون کنیم. مثلا ما SQL یا مثل SQL سرور رو بهش معرفی میکنیم و انقدر میتونه تو جزئیات وارد بشه و جوری مانیتورش کنه که ما داخل دیتابیس هامون کوئری ها رو هم ببینیم. منظورم اینه که در این حد میتونه جزئیات رو ببینه. ماشینای مجازیمون و انواع هایپروایزرامون و پراکس مودمون و KVM و لینوکس و ISIX هامون و وی سنترامون و هایپر وی، داکر، کانتاینر و هر مفهوم دیگه رو میتونه مانیتور کنه. حالا خودش هم که روی لیسانس گنو ورژن 2 ارائه شده و ورژن های مختلفی هم داره. یه سری ورژن هاشون هستن که LTS یعنی Long Time Support. خود منم اگه دقت کرده باشید تو همین نسخه از نسخه LTS دارم استفاده میکنم، 7 LTS استفاده میکنم و نسخه های دیگه هم داره که مثلا 6 و 4 یا 7 معمولی. اینا به صورت اینکه 1 سال یا 6 ماه ساپورت میشن و دیولوپرهای خودشون ایجاد میشه که حالا باگاشو باگ بانتی کنن و باگاشو پیدا کنن، نسخه های دیگر رو ارائه بدن. معمولا نسخه های LTS خیلی برای ما بهتره. کلا یه راهکار آل این وانه، یعنی ما وقتی میگیم آل این وان اینطوریه که زبیکس خودش هم جمع‌آوری داده رو انجام میده، هم پردازش رو انجام میده، هم هشداردهی رو انجام میده، هم یه حالت بصری سازی خوبی داره. ضمن اینکه حالا میتونیم از داشبورد گرافانا یا داشبوردهای دیگه هم برای اینکه بهتر ما بتونیم خروجی بگیریم روش اضافه کنیم و استفاده کنیم. خودش هم میتونه اکشن انجام بده، یعنی مثل یه سیسادمین، یه دیولپر یا دیوآپس میتونه اکشن انجام بده، یعنی براش تعریف کنیم که اگر فلان سرورمون فلان مشکل براش پیش اومد شما فلان اکشن انجام بده. یه مثالی هستش، میگن تو یه ماشینی 4 نفر نشسته بودن، ماشین خاموش میشه، اون شیمیدانه برمیگرده میگه که شاید مشکل از بنزینه، مکانیکه میگه شاید مشکل از برق خودروه، هر کدوم یه نظری داشتن. برنامه‌نویسه میگه میخواید یه بار پیاده شیم دوباره سوار شیم شاید مشکل حل بشه. این همینه، یعنی خودش میتونه وقتی که دید آلارمو داد و اتفاقی نیفتاد و ادمینه بیدار نشد که کار رو انجام بده، خودش اکشن انجام بده، بگه ریستش کن یا قبل از اینکه هر کاری کنی یه بکاپ برامون بگیر، بعد شروع کن اون سرور رو ریست کردن یا تغییراتی که بهش میگیم و برامون اعمال کنه. خب حالا مرحله اول برای اینکه ما بتونیم یه هاست جدید، یعنی یه سرور جدید برای مانیتور کردن اضافه کنیم، وارد دیتا کالکشن میشیم، میریم تو هاست گروپ. یه هاست گروپی بعد ایجاد کنیم که ببینیم این ماشینی که میخوایم بهش اضافه کنیم تو کدوم گروه قرار میگیره. کریت هاست گروپ رو میزنیم،
یه اسم براش در نظر میگیریم، مثلا سرور کلاود. راستی اینم بگم ادو میزنیم و اینم بگم که مجموعه ویدیوهایی که راجع به زابیکس میسازیم و اسپانسر شرکت مبنا کلاود بوده که زیرساخت‌های ابری ارائه میده، CDN، پلتفرماشو، نرم افزارشو. حالا سایتشو برید ببینید متوجه میشید. و لطف کردن برای ما یه سری سرور در اختیارمون قرار دادن و کمکمون کردن که ما بتونیم ویدیوهای مربوط به زابیکس رو بسازیم. من که ازشون راضی ام. حالا سرورایی که در اختیار ما گذاشتن هم سرعت بالایی دارن، هم پشتیبانی خوبی داره. حالا خودتونم مراجعه کنید، اگر هم خواستید تخفیف بگیرید بگید که از طرف مانی پرهام هستیم. خب ادامه ویدیو که بخوایم بگیریم، بعد از اینکه هاست گروپمون رو ایجاد کردیم و هاست گروپمون به لیستمون اضافه شد، وارد هاست میشیم. توی قسمت هاست چیزی که میبینیم فعلا زابیکس سرور هستش. حالا ما میخوایم یه هاست بهش اضافه کنیم. کریت هاست رو میزنیم، اسمش رو در نظر میگیریم، مثلا میذاریم 1. یه ویزیبل نیم داره. ویزیبل نیم اسمیه که برای ما به نمایش در میادش. حالا اگه خواستید یه اسم براش در نظر میگیرید که بتونه کاربر ببینه، یا نه همون هاست نیمی که گذاشتید صورت ویزیبل نیم هم قرار میگیره. توی تمپلیت های مختلفی داره، یعنی همینطور که گفتم همه چی رو میشه باش مانیتور کرد. اگه دقت کنید تمام سرویس هایی که به صورت تمپلیت تریگرها و آیتم هاشو داره اینجا موجوده. خودتون هم تازه میتونید تمپلیت های جدید اضافه کنید. فکر کنم برای ما لینوکس با زابیکس ایجنت اوکی باشه. حالا میرسیم به اون مرحله اون هاستی که اضافه کنیم. میخوام توی هاست گروپ سرورهای کلود هم قرار بگیره. ادو میزنیم تو قسمت بعدی و ایجنت رو انتخاب میکنیم که یعنی ما سرورمون بای ایجنته. اینجا باید آدرس اون سروری که میخوایم مانیتورش کنیم و وارد کنیم. آدرس سرور ما چیه؟ 37 بکنم 86 بود. حالا بذار یه چکی بکنم. 37 بله 86. با DNS نیم هم میتونیم چک کنیم، یعنی میتونیم هم با IP بگیم که به اون ایجنت رو ببینه یا با DNS نیم. اگه میخوایم با DNS نیم باشه باید حتما همون اسمی باشه که توی سرورتون به عنوان سرور نیم یا هاست نیم سیو کردید. پورت دیفالت زابیکس برای دیدن ایجنت 150 هستش. اگر پورت رو عوض کرده باشید که تو ویدیو قبلی بهتون فکر کنم گفتم، حالا اگه نگفته باشم هم چک میکنم و تو ویدیو بعدی بهتون میگم تغییرش میدم. اگه نه که 150. دیسکریپشنی اگه میخواید مینویسید، اگه نه هم که ردش میکنم. توی قسمت مانیتور بای میگه مستقیما سرور ببینتش رو مانیتور کنه، پراکسیمون ببینه، یا یه پراکسی گروهی تعریف میکنیم که این توی گروه کدوم یکی از پراکسی ها دیده شه. ما اینجا فعلا پراکسی تعریف نکنیم. پراکسی زمانی تعریف میشه که ما سرورهامون داخل لن شبکه لوکالمون نیست. یعنی مثلا ما یه ساختمونی داریم، اینجا سرورهامون توی دیتا سنتر خود ساختمون هستش، روی حالت سرور میذاریم مثلا این کاری که الان ما داریم میکنیم. یا نه یه دفتری داریم، یه ساختمون جداییه، حالا به هر طریقی با هر زیرساختی وصلش کردیم، نمیخوایم پهنای باندمون خیلی صرف دیدن سرورهامون و مانیتور کردنشون بشه. یه پراکسی توی اون دفتر خارج از لوکیشن اصلی سرور زابیکسمون یه پراکسی ایجاد میکنیم که حالا آموزشش رو بعداً میدم و آدرس پراکسی رو به سرورهایی که میخوایم مانیتورش کنیم میدیم. بعد پراکسی اونا رو اطلاعات رو میگیره، یک دست میکنه، یعنی مرجشون میکنه، واسمون میفرسته سمت سرور و سرور میاد اسلایس میکنه هر کدوم از اطلاعات اون سرورهایی که از طریق پراکسی فرستادن و به صورت جداگونه به همون نمایش میده. فعلا ما میذاریمش رو حالت سرور مود، یعنی در نظر میگیریم که این ماشینی که قراره ما مانیتورش کنیم به نام لینوکس وان داخل یه شبکه هستن. ادو میزنیم. خب میبینیم که اضافه شده، لینوکس وانمون اضافه شده. 43 تا آیتم رو به صورت دیفالت داره
مانیتور میکنه. 15 تا تریگر هم فعلا به صورت دیفالت روش هست، ولی فعلا زبیکس ایجنتمون دیده نمیشه. اگه دیده بشه باید مثل پایینیه سبز بشه. خب چیکار باید بکنیم؟ میریم داخل سرورمون. داخل سرورمون حالا کلیر کنیم. اول یه آپدیت میریم. بچه‌ها زبیکس خیلی نرم افزار خوبیه برای مانیتور کردن. مثلا من معمولا خودم میتونم داخلش یه تغییراتی ایجاد کنم که بره چک کنه تسک داخل اون سرور رو. اگر یه سیس‌ادمینی داشته باشیم که ناراضی باشه و از شرکت ما رفته باشه، این البته های مثالا رفته باشه و اومده باشه تو تسک اون سرور کد مخربی رو اجرا کرده باشه که توی زمان مشخصی 3 ماه بعد از اینکه رفت اون سرور دچار اختلال کنه یا به قول خودمون بخوابونتش، اینو ما میبینیم. یعنی میتونیم خودمون تعریف کنیم واسش و شخصی سازی کنیم که هر تسکی که توی سرورمون ایجاد میشه اینفورمیشنشو به ما نشون بده و به همون بگه. حالا ما میتونیم بگیم اکشن نشون بده، باش مقابله کن، از بین ببرش، یا فقط به همون آلارم بده. یکی از مزایاش اینه. یعنی به خاطر این من خیلی زبیکس رو دوست دارم، میتونیم داخلش هر کاری بکنیم به خاطر اوپن سورس بودنش. اوکی، زبیکس ایجنت رو میگیم دانلود و نصب کنه. اوکی نصب شد. حالا بسته به فکر کنم تو این سرور من قبلا زبیکس ایجنت داشتم، خیلی راحت نصب شد. حالا ممکنه 1-2 دقیقه هم طول بکشه یا ازتون تاییدیه نصب بخواد و جزئیاتش رو معمولا همه بچه‌ها که دارن ویدیو میبینن قطعا بلد هستن. اگر نیاز بود حالا من روی سرور که حالا ایجنت نبود تو ویدیو بعدی هم نصب میکنم که این مرحله ببینید. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم داخل فایل کانف و ادیت رو انجام بدیم. اینجا بود که امیرحسین همیشه میگفتش نانو، من میگم نانو، میگه نانو. اوکی، مسیری که میبینید مسیریه که فایل کانفمون برای زبیکس ایجنت روش قرار داره. وارد مسیرش میشیم، میریم سرور رو پیدا میکنیم. اینجا سرور، آدرس سروری که زبیکس سرورمون روش هست رو اینجا وارد میکنیم. 37 130 207 243 با تشکر از مبنا کلاود. خب ببینید اگر ما پورتی که برای لیسن کردن داخل زبیکس سرورمون هست و برای تمام سرور یا بعضی از سرورها تغییر داده باشیم، حالت لیسن پورت رو از کامنت خارج میکنیم و اون پورتی که میخواییم رو وارد میکنیم. مثلا من میگم میخوام روی پورت 1 2 3 4 لیسن بشه. اگه این کارو بکنیم بعد چه اتفاقی میفته؟ باید این ور هم روی ماشینمون بگیم که روی پورت 1 2 3 4 داره مانیتور میشه، ولی ما فعلا نمیخوایم تغییر بدیم و به صورت دیفالت میخوایم باشه. به خاطر همین ساعت 50 بزنیم بمونه و به حالت کامنت برش میگردیم. اوکی، سیوش میکنیم، خارج میشیم. حالا یه سیستم CTL ریستارت رو کنم. زبیکس ایجنت سرویس. بعد از اینکه ریستارتش کردیم اینیبلش هم میکنم. اوکی، اینیبل شد. خب برمیگردیم توی UI.
یک بار استاتیوسش رو خاموش، یه بارم روشن میکنیم. منتظر میشیم اولیبل بشه. بچه این یکی از روش‌های مانیتورینگه، یعنی ما میتونیم برای مانیتور کردن دیوایس هامون حتی از ایجنت هم استفاده نکنیم، یا سازمانی هستش که میگه آقا من اجازه نمیدم ایجنت روی سرورام نصب کنید، اونو میتونیم با روش‌های دیگه هم مانیتور کنیم. یعنی مثلا با HTTP میتونیم مانیتور کنیم، یا خیلی از روش‌های دیگه هم هستش که میتونیم برای مانیتورینگ ازش استفاده کنیم. یکم دارم مثلا که زیادی طول میکشه. خب یه رفرش کنیم. اوکی بالا اومد. الان این سرورمون در حال مانیتور شدنه و برای مانیتورینگمون اضافه شده. به همین راحتی ما تونستیم یه هاست گروپ ایجاد کنیم، یه هاست اضافه کنیم و بریم داخلش و ایجنت رو بهش نصب و معرفی کنیم و بتونیم داخل زبیکس اضافهش کنیم. اگه دقت کنید بعد از اینکه تونست ایجنت رو ببینه، آیتمامون بالاتر رفتش، یعنی متناسب با اون سرور ما آیتمای بیشتری گرفت یا تریگرامون بیشتر شد. حالا ببینیم تریگرامون چی هستش، چیا رو داره مانیتور میکنه. خب اینا اینفورمیشنه، مثل همون موردی که راجع به 300 مین ناراضی گفتم، اینجا میتونیم براش تریگر اضافه کنیم و به صورت اینفورمیشن یا با هر سلبریتی که میخواییم به همون نمایش بده. و سلبریتی هم که این بغل دارید میبینید. خب حالا ما میخوایم یه تغییراتی بدیم که چک کنیم ببینیم این ایجنتمون آیا درست به همون گزارش میده یا نه. چی رو عوض کنیم، چه تغییری بدیم که خدا خوش بیاد. بذار ببینم ریست داره. ریس ایجنت this name has restarted. خب ما میایم این سرورمون رو ریستارت میکنیم که ببینیم اون تو مانیتورینگ به همون آلارم میده یا نه. میخوایی یه کار کنیم، زبیکس ایجنتمون رو استاپ کنیم. اوکی زبیکس ایجنتمون استاپ شد. بچه‌ها برای مانیتور کردن هم میتونید بگید تمام ماشین ها مانیتور بشه یا اینکه بریم هاست گروپ مشخص کنیم. من میگم فقط میخوام سرورهای کلادم تو این لحظه مانیتور بشه. چیزی حدود 1 دقیقه طول میکشه که گزارش بیاد. میتونیم زمان گزارش هم تغییر بدیم، یعنی بگیم که گزارشاتمون رو هر 15 ثانیه بفرستید که حالا ترافیک شبکه زیاد میشه، یا هر 10 دقیقه بفرستید. این دیگه به اختیار شماست که مشخص کنید چقدر طول بکشه. بذار ببینم تریگری که برای خاموش شدن ایجنت هستش چقدر زمان میبره که برمون گزارش بده. این agent is not available. خب اینجا میبینید این ایجنت رو داره بهمون توضیح میده که اسمش چیه، چه کاری انجام میده، سیوریتیش چقدره و میزان زمانی که براش مشخص کرده. من الان میتونم تو بهش بگم وقتی که ایجنتمون برگشتم به ما گزارش بده، دیسکریپشنش چی باشه. اینا همش قابل تغییره، یعنی بنا به نیازتون میتونید تغییرش بدید. خب برگردیم ببینیم گزارشش اومد.
هنوز گزارشش نیومد. فکر کنم زبیکس ایجنت 10 دقیقه بودش گزارشش. استاتیوس بگیم ازش. بله الان دیزیبل. خب ریبوت رو امتحان. اول بذار اینیبلش کنیم. این برگشت. بله برگشتش. خب سیستم رو بوت کنیم. اوکی. الان ریبوت شد. بریم تو پرابلم. به محض اینکه ریبوت بشه باید به ما گزارش بده. الان ببینیم. بله بدم هست. بله الان وارنینگش باید اومده باشه. بله میبینید. خب میبینید پرابلم رو نوشته برامون که سیستم ریست شده. 10 دقیقه هم طول میکشه بعد از اینکه بالا بیاد ریزوربش رو به ما بده. یعنی الان چک کنیم. که علاوه بر این که خودش ریزورب میشه، یعنی نهایتا تا 10 دقیقه، ما میتونیم به صورت دستی هم بگیم آقا این پرابلم رو برامون ببند، به دلیل اینکه حالا یه متنی نیستیم خودم برای تست خب آپدیت میدم. ببینید استاتیوس کلوز شد و تو اکشنش هم برامون نوشته. یا اینکه 10 دقیقه ثبت میکردیم برامون ریزوربش میاد. بعضی وقتا هم زودتر هم میادش، بستگی به تعریفایی که ما در آینده میکنیم داره. اینجا ویدیوی اضافه کردن سرورمون و ساخت هاست گروپمون تموم شد. آموزش ایجنتمون رو نصب کردن و بالا می‌بینید الان ریزوربش اومد و کمتر از 10 دقیقه هم اومدش. یعنی حتی اگه ما کلوز هم نمی کردیم ریزوربش میومد. من برای اینکه فکر می‌کردم شاید 10 دقیقه طول بکشه، اینجا هم برامون توضیح داده با یوزر ادمین زبیکس انجام شده. اینجا ویدیومون دیگه تمومه. ویدیوی بعدی جزئیات بیشتری رو توضیح میدیم. مدیا ببینم چی بودش. مدیا تایپ هامون رو تعریف میکنم براتون. میگم که داستان مدیا تایپ ها چیه، مثلا چطور SMS برامون بفرسته. SMS فارسیه SMS. خب یا ایمیل چطور میفرسته. کلا گزارشایی که میخواد بهمون بده و آلارمایی که میفرسته با کدوم یکی از شبکه‌های اجتماعی یا با کدوم یکی از روش‌های ارتباطی میتونه واسمون آلارم بفرسته. بعد اکشن ها رو، تریگر اکشن ها رو توضیح میدیم و حالا جزئیاتی که شما بخواید رو ازمون بپرسید. ممنونم که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی خدا حافظ. لایک یادتون نره بچه‌ها.